چیزی که روی ریل قطار خوابیده یه لامبورگینی 1.4 میلیون دلاریه و چیزی که به سرعت داره به سمتش میاد یه قطار خیلی بزرگه. ولی قبل از برخوردشون میخوام لامبورگینیو بدم به بلیک. ممنونم. و علاوه بر اون قطار از این 8 سرباز میخوام که 10,000 گلوله به لامبورگینی چلیک کنن. ترسناکترین چیزیه که تا حالا دیدم. آره خوش میگذره. دقیقاً 24 ساعت وقت داری تو هر چی که میخوای بسازی تا از لامبورگینیت محافظت کنی. از همین الان شروع شد. خیلی خوب. برای اولین خط دفاعی میخوام یه دیوار از بلوکای سیمانی بسازم. بعد از اون کانتینرهایی که با یخچال پر شدن و بعدش هم یه دیوار ماشینی که جلوی گلوله ها رو بگیره. به نظرت اینا جلوی 10,000 تا گلوله رو میگیره؟ فکر کنم بگیره جیمی. خیلی خوب ولی الان هیچ اینجا نیست. باید بسازی. بلیک فوراً رفت سراغ 3 تا فروشگاه و با کارت بانکی من دقیقاً 78,000 دلار خرید کرد. کوفتت بشه. چون میخوام حوصلتون سر نره، میریم سر وقت زمانی که خریدامون رسیدن. اولین خریدامون دارن میرسن. اوه خدای من، باورم نمیشه همه اینا رو خریدم. تازه همش هم نیست پسر. یک کامیون آب گرفته، یه سری از ماشینای اوراقش هم رسیدن. کانیکسی هم که گرفته اینجاست. چه جوری این همه خرید کرده؟ این دیوونگی. نگران اونایی که اسلحه دارن نباش. فکر کن اینجا نیستن. آره خودم هم اصلا نمیدونم اونجا چیکار میکنن. ما 5 ساعت اینجاییم و این کانتینر قراره اولین خط دفاعی در برابر 10,000 گلوله باشه. بیا حله، همینجا خوبه. به نظرتون کانتینر میتونه جلوی گلوله رو بگیره؟ نه به هیچ وجه. پس امیدی بهش نیست. آره اوضاعش خیلی بیریخته. وای خدا 6 ساعت گذشته از پیشرفت کارات راضی هستی؟ آره راضیم. مطمئنی؟ تا قبل از اینکه این بیاد پایین نبودم ولی الان که رو زمینه خوبم. ازشون پرسیدم جلوی این گلوله رو میگیره یا نه. اونا هم گفتن نه. وقتی بلیک فهمید که باید بیشتر کار کنه، نه تنها کل شب و کار کرد. از این طرف آقای تایس. خوبه بیا. خیلی خوبه، عالیه. بلکه فردا صبحم داشت تشویق میکرد. پسر داره توی کانتینر رو با یه ون و یه لوله بزرگ پر میکنه. وقتی نتیجه کار رو دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم. بگو ببینم چی درست کردی؟ خب من کلی بتون اون جلو گذاشتم و بلندترین قسمت دیوار هم دقیقاً وسط قرار داره که جلوی اون اسلحه‌های بزرگ و ترسناک رو بگیره. ماشینمو گذاشتم توی کانتینرها و چند تا مخزن آب. خب اگه با من بیاین جلوتر می‌بینی که لامبورگینی بین همه اینا کاملاً جاش امنه. اینم از این، امن و امان. به نظرت همه اینا جلوی گلوله رو میگیره؟ آره همینطوره. به نظر من 50% شانس نجات داری. این بهترین شانسیه که تا حالا داشتم. قبل از اینکه بهشون بگم شلیک کنن، بیا بریم پیش لامبورگینی. نه تنها باید لامبورگینی رو نجات بدی، بلکه میتونی این 100,000 دلار هم نجات بدی. چی؟ درست شنیدی. خیلی جالبه. هزینه بیمه رو پوشش میده. خب 24 ساعت تموم شد. 8 تا مرد ترسناک، 10,000 تا گلوله در مقابل همه چیزی که بلیک ساخته. آماده ای؟ فقط شروعش کن، دارم سکته میکنم. سلاح‌ها آماده شلیکن جیمی. شما آتش به اختیار. دریافت شد. آماده؟ شلیک! وای خدای من! اونا دارن گلوله رو روی سنگرش تخلیه میکنن. خدای من! خدایا این دیوونه کننده است. بگو تمومش کنن. دارن به سرعت بلوکای بتونی رو تخریب میکنن. وای پسر، خدایا! واه پسر، دیوار بلیک داره فرو میریزه. چیزی که بلیک نمیدونست این بود که این گلوله ها اولین مرحله از 4 مرحله‌ایه که واسه تخریب لامبورگینی در نظر گرفتیم. یا بهتره بگم هر چی که از این مرحله باقی بمونه. اونا تیربار رو در آوردن. ای وای! دارن آب میشن. نه! گلوکای سیمانی دارن میریزن. فقط یه گلوله لازمه تا نفوذ کنه و برسه به لامبورگینی. وای خدای من! دیگه گلوله‌ای آخره. 10,000 تا! تموم شد؟ خدای من! سالم باش، سالم باش! چطوره؟ سالمه! عزیزم! 10,000 تا تیر شلیک شده، حتی یکیش هم اصابت نکرد. هیچ سوراخ گلوله‌ای روی لامبورگینیت نیست. اگه هنوز نمی‌دونی بلیک کیه، اون در واقع یه شرکت کننده از 2 تا ویدیوی قبلی مونه و امروز سومین آخرین تلاشش برای جایزه بزرگه. برای مرحله دوم آماده ای؟ بله. اون جرثقیلی که داره میاد و می‌بینی؟ همون که شبیه یه سکوی نفتی اون بزرگه. مرحله دومه. جرثقیل قراره ماشین رو 30 متر ببره بالا و 24 ساعت بعد بندازتش پایین. و تو باید بدون اینکه خراب بشه اونو بگیریش. جدی میفرمایی؟ بله. خیلی خوب بیارینش اینجا. در حالی که ما داشتیم سقوط آزار 30 متری لامبورگینی رو مهیا می‌کردیم، اینم از لامبورگینی بلیک داشت به این فکر می‌کرد که چجوری اونو بگیره.
نمیدونم باید چیکار چندلر کنم. بیا اینجا. بله همینجا. تو باشی چیکار میکنی؟ خب همه بالش‌های شهر رو بیار. قدم دوم همه تشک‌ها رو و بعدش هم یه پتو. چندلر داری تخت خواب درست میکنی؟ بعدم یه لیوان شیر. خب دیگه بس اذیتش نکن. بلیک تلاشتو بکن. به چخ رفتم. خیلی خب بچه‌ها، هم خبر خوب دارم هم بد. روز اول با موفقیت گذروندید. خبر بد اینه که لامبورگینی اون بالاست. خب کسی نظری نداره؟ یعنی منظورم اینه که ایده‌ای ندارین؟ قلعه بادی. قلعه بادی خیلی هم بد نیست، چون که خب نه واقعا بد نیست. خب بعد از الهام گرفتن از نظر کارگرا بلیک نقشه بزرگش رو طراحی کرد. میخوام کانکس‌ها رو مثل یک مربع دور اون علامت بچینم و اینجوری میتونم توش رو با بالش و تشک و ضربه‌گیر پلاستیکی پر کنم و روی اونا هم چند تا قلعه بادی بذارم. فقط بزرگترین مشکل اینه که هیچ وسیله‌ای ندارم. هر چیزی که خریدم سفت و سخت و بتونی یا آهنیه. هیچ کدوم از چیزایی که خریدم به درد روز دوم نمیخورن، پس مطلقاً هیچی ندارم. بلیک افرادش رو فرستاد تا همه بالش‌ها و تشک‌های شهر رو بخرن. با وجود اینکه کمبود خواب داشت ولی حسابی داشت کار میکرد. الان تو مرحله‌ای ام که هی از خودم میپرسم واسه چی دارم این کارو میکنم. آها درسته، توی یه چالش واسه یه لامبورگینی ام که الان تو آسمونه. وقتی که خریدشون رسید بلیک 24 ساعت نخوابیده بود و شدیداً نیاز به خواب داشت. باید یکم بخوابم چون خیلی خستم و الان 4 صبح. و با اون همه خستگی بلیک بیشتر از برنامه‌ای که داشت خوابید. بلیک شوخیش این گرفته؟ دیگه چیه؟ تشک و بالش و پتو آورده ولی شیر گرم و یادش رفته. آره اون بخش مهمشه. اصلا بلیک کجاست؟ شنیدم هنوز خوابه. نه بابا نیست. چرا؟ بلیک وقتی اومد تو محوطه کلی از روز گذشته بود. اون بلیک که داره میاد. خیلی خوب باید بریم سر کار، زود باش. خیلی خوب بریم ببینیم چی شده. اون قلعه بادی مثل یک جعبه بزرگ عمل میکنه. فکر میکنم بهتره اونو بذاریم وسط و بعد کامل بادش کنیم. فقط 4 ساعت و نیم باقی مونده و اوضاع برای بلیک اصلا خوب نیست. فکر نمی‌کنم بیشتر از 10% شانس داشته باشه. حتی اگرم بتونه امکان نداره بتونه جلوی قطار رو بگیره. این کناره ها رو پر کنین، اینجوری وقتی این قسمت میاد بالا از لبه ها فاصله داره. توی 2 ساعت آینده بلیک هر کاری میتونست انجام داد تا بقیه گودالش هم با جعبه‌های مقوایی و ضربه‌گیر پلاستیکی پر بشه. دیگه وقتی نمونده. چندلر چقدر زمان داریم؟ 1 ساعت. بلیک بدبخت به چخ رفت. یکم ضربه‌گیر مونده، میخوام برم بالا و دور لامبورگینی قرمز عزیزم خوب بپیچمش که خط نیفته. حتما کار میکنه. توی زمان باقی مونده بلیک رفت بالای جره ثقیل ولی نتونست اونو بپیچه. این جواب نمیده. میدونی وقت چیه؟ چیه؟ وقت انداختن این جیگره. بندازینش. طرح ضربه‌گیر با شکوهش کرده. بلیک لامبورگینی سالم میمونه؟ من خوشبینم جیمی. حسابی هم خاطر جمعه. حس خوبی نسبت بهش دارم. همه ای تشکای والمارت رو خریدم. اگه این کار نکنه دیگه نمیدونم چه خاکی تو سرم کنم. بیا فیستبل بار. بلیک ممنونم آقای اینجوری بیست. حتی ماشینت هم از دست بدی شکلات خوبی خوردی. توی والمارت موجوده و برید بار جدیدمون رو ببینیم. دلم میخواد نظرتون رو بدونم. حالا بگذریم تو 3 تا قلعه بادی داری، 150 تا تشک و چند تا بالش؟ 150 تا. 150 تا بالش و 2000 تا جعبه مقوایی. میتونه جلوی افتادنش رو بگیره یا نه؟ بله 2 بار بله گفت. راست میگه 2 بار گفت. 24 ساعت کار تا به اینجا. کاملا جدی. 3 2 1 لامبورگینی رو بنداز. برو زود باش بدو. بریم ببینیم. به نظر خوب نمیاد. سالم باش تو رو خدا سالم باش. زودتر کانکسا رو بزنین کنار. امکان نداره ماشین رو گرفته. این جوار رو بزن کنار. چیه؟ می‌خوایم ببینیم ماشین چقدر آسیب دیده. چراغا سالمن. این چراغا سالمه. قلعه بادی احتمالاً کل ماشین رو نجات داده. لحظه سرنوشت ساز. احتمالاً در طول تاریخ تنها کسی است که یه لامبورگینی رو گرفته. اگه روشن بشه. خیلی خوب بذار ببینم. همینه. کار میکنه. کار میکنه. این همون چیزی بود که لعنتی. میگفتم. این سالمه. همه چی خوبه به جز یه خراش روی سپر که به واسطه ارزشیابیایی که داشتیم هیچی از ارزش لامبورگینی بلیک کم نمیکنه. $10,000. خیلی متشکرم از خبر خوبتون. خب الان بهترین موقعیته که مرحله سومو بهتون معرفی کنم، یعنی آتیش زدن ماشین. برای چالش بعدی بلیک میخوایم بزرگترین کابوسش رو برگردونیم. ما چالش آتیش زدن ماشین که دفعه پیش باعث شد همه چیزش رو از دست بده رو دوباره ساختیم. وای غیر منصفانه است. اما با کاری که دفعه پیش کرد میخوایم به تعداد ماشینای دفعه قبل خطرش رو 2 برابر کنیم. فردا میبینمت. بریم که ثابت کنم. روز اثباته.
بلیک بقیه شب و صرف باز کردن سد دفاعی مرحله دومش کرد و بعد از یه خواب خوب آماده بود تو مرحله سوم رو شروع کنه. الان 8 صبح تازه بیدار شدم. امروز کلی کار دارم، پس باید بریم شروع کنیم. این برنامه روز سوممه. میخوام قسمت پایینی کانتینر رو جدا کنم و دقیقاً بذارمش روی ماشین. بعد میخوام 2 تا کانتینر دیگر رو روی کانتینر اصلی و دقیقاً بالای ماشین بذارم و مهمتر از همه این دفعه هیچ چیز مشتعلی نباید باشه. به نظرت این کار جلوشو میگیره؟ شک نکن. فکر کردم میخوای بگی نه. بعدش بلیک از کارگر خواست که همه قطعات چوبی که توی کانتینر بود رو در بیارن، چون این چیزی بود که باعث شد دفعه قبلی آتیش بگیره. بعد ازشون خواست که قسمت پایینی کانتینر رو جدا کنن، چون دور ماشینو میگیره. کانتینر میتونه کلی خرابی به بار بیاره. یعنی خرابش کنه؟ آره. میتونه؟ خب آره، اونا خیلی سنگینن. و برای این کار با دقت کانتینر رو بدون هیچ مشکلی روی لامبورگینی قرار میداد. فقط یه خراش هزاران دلار خرج برمیداره. خوبه همینجوری بیا. اونقدر نزدیکه که میتونه خراشش بده. مراقب انگشتات رو ماشین داره میاد پایین. آره اصلا باورم خب بعدش نمیشه. میخوایم 2 تا کانتینر رو به شکل وی بذاریم. اگه این ماشینا اونجا گیر کنن چی؟ خب اینجوری نمیشه رفیق. واسه همینم اون چیز نوکتیزو داریم میسازیم. به نظرت واقعا ماشینا رو منحرف میکنه؟ 100%. 20 دقیقه باقی مونده و باید ببینیم که لامبورگینی و 500,000 عزیزش از بین میره یا میمونه. و مثل همیشه بلیک از آخرین لحظاتش استفاده کرد. 3 2 1. نمیدونم این خاک برای چیه. وقت تمومه. ببینیم برخلاف دفعه قبلی از مرحله سوم عبور میکنی یا نه. رهایی. بلیک تو این چالش 500,000 دلار رو از دست داد. اوضاع چطوره؟ از خودم مطمئنم. فکر کنم بیننده‌ها میخوان یه چیزی رو بدونن. مثل دفعه قبلی توش چوب گذاشتی یا نه؟ یه کوچولو. نه شوخی کردم. هیچ چوبی توش نیست. اون بزرگترین اشتباه ممکنی بود که تو زندگیم کردم. دیگه وقتشه. بیاید داخل. بیا. 3 تا کانتینر، کلی خاک، بتون و یه چیز عجیب نوکتیز. مقابل 10 تا ماشین شعله‌ور. آماده یا نه؟ بزن بریم رفیق. بریم که بهتره کنیم. آیا بلیک رفتن به خونه با یه لامبورگینی جدید همراه با هزاران دلار نزدیک شده یا حذف میشه یا دست خالی میره خونه؟ نمیدونیم. الان با هم میفهمیم. بریم ببینیم چی میشه. 3 2 1. بندازش. فکر کنم اصلا نمیخواستی اینطوری بشاره. وای نه. لعنتی. هنوزم حالت خوبه؟ نه خیلی. آره این یه چیزایی رو یادم میندازه. یه چیزایی یادت انداخت. خیلی خوب. واسه بعدی آماده ای؟ بزنش. بندازش. وای خدای من، انگار سقفش فرو رفتگی پیدا کرده. فقط مثل این که ممکنه مثل دفعه پیش به ماشین شعله‌ور ببازه، میخوام توی این فرصت مناسب یه گوشی جدید رو معرفی کنم. چیزی که دارید میبینید سامسونگ گلکسی S24 اولترا است. این گوشی واقعا قابلیت خوبی داره. اسلو موشن 4K. دوربینش فوق‌العاده است. ما 60 متر با اونجا فاصله داریم و الان شبه. ببینید چقدر واضحه. حالا بندازش. دیدنش خیلی سخته. کلی ویژگی‌های جدیدم داره. گلکسی AI مثل دستگاه عکسه. یادتون میاد توی چالش قبلی سپر لامبو خراش برداشت؟ میتونین اینطوری دورش رو خط بکشین و بعدش این پاک کن و بزنین. سپر درست میشه به همین راحتی. یه ماشین نو دارن. البته فقط تو عکس. هر وقت آماده بودی. این گوشی میتونه با یه دایره توی گوگل سرچ کنه که پیدا کردن اطلاعاتو خیلی راحت میکنه. توی ویدیوی قبلی میتونست حسابی به بلیک کمک کنه که متوجه مشتعل بودن ریلای راهن چوبی بشه. تنها کاری که باید میکرد این بود که دکمه هومو مدتی نگه داره، دور ریلو خط بکشه و بپرسه آیا این قابل اشتعال هست یا نه. ریل راهن چوبی قابل اشتعال؟ فوراً میتونی به جواب برسی. میتونست بهت بگه. این گوشی خفن واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. برید به سایت samsung.com روی دیسکریپشن کلیک کنید یا QR کد رو اسکن کنید. حالا ماشین بعدی رو می‌رسید. هی پشت هم ماشین انداختید و با هر کدوم بلیک عصبانی تر می‌شد. البته قبلش اشاره کرده بودیم که تاثیر همه اینا کانتینر اصلی رو خراب میکنه. کانتینر پایینی قوس برداشته. تو این لحظه به کانتینری که از لامبورگینی محافظت میکرد به خاطر گرما و وزن ماشینا فشار اومده بود. از آخرین باری که اینو دیدم هر روز این تصویر جلو چشمم بود. و حالا نوبت آخرین ماشینه. آره. نه وای نه. پسر اونجا الان 1000 درجه است. اون ماشین الان دیگه باید ذوب شده باشه.
چقدر داره تون میدوه. کپسول آتیش نشانی رو بیاری. مراقب باش بلک. اومدم. چطوره؟ سالمه. آره خوشتون اومد. اگه یه ماشین دیگه هم مینداختیم حتما این جعبه میشکست. تو جلوی 10,000 تا گلوله رو گرفت. آره ماشین رو از ارتفاع نجات دادی و حالا ماشینای مشتعل رو منحرف کردی و حالا نوبت مرحله 4. قطار رو بیارین. زمان از الان شروع میشه بده. من باید برم. تو مرحله 4 موفق باشی. خدا همراهمه. اگه برات این سوالی که ماشینای شعله‌ور از کجا اومدن، اونا از قبرستون اومدن، اصلا نگران نباشه. بلک میدونست که برخورد قطار بدترین مرحله است. پس فوراً دست به کار کنم بهترین راه واسه نگه داشتنش تغییر مسیرشه. کاری که میخوام انجام بدم اینه که چوبای ریل راحت کنار هم جمع میشن و اگه بذارمشون زیر قطار، اون وقت بهش برخورد میکنه. و اگه 100 تا ازشون رو بچینم، بعید میدونم قطار ازشون رد بشه. با این چوبا توی ویدیوی قبلی چالش رو باختم، ولی این دفعه نجاتم میدن. فقط 5 سانتی متر انحراف نیاز دارم. 5 سانتی متر زیاده. آره پسر. بعد از همه این کارا یه بتون میذارم روش و فکر کنم این جواب بده پسر. این جواب میده. بلک و تیمش تمام شب کار کردن و وقتی صبح بهش سر زدم کاملا مشخص بود که چالش روش تاثیر بدی گذاشته. چطوری جیمبو؟ صدا چی شده پسر؟ دیگه دارم میمیرم. همونطور که میدونین بلک توی این ویدیو 250,000 دلار از دست داد و توی این یکی ویدیو $500,000. فکر کنم بلک از باختن مریض و خسته شده. اون و تیمش حسابی کار میکنن و ماشینایی که توی مرحله 3 انداختیم و میذارن روی ریل آهن. ولی همینطور داشت زمان میگذشت و برای متوقف کردن قطار و بردن لامبو به خونه، بلک تصمیم گرفت که چیزای دیگه هم روی ریل اضافه کنه، مثل کانتینرها، تشک‌ها برای کاهش اثر برخورد. بلک داره سخت کار میکنه، منم جزو تیمشم، و تانکرای آب. ظاهرا میدونه باید چی کار کنه، ولی فقط 11 دقیقه باقی مونده. تا اینجا بلک هر کاری میتونست انجام داد تا قبل از تموم شدن وقتش کارش رو تموم کنه. براستش کارش هم موثر خودشه. آخرین تیکه. 3 2 آخرین خط دفاعی. وقت تمومه. وایسا، خاموشش کن. وقت رسما تمومه. وای خدای من. کانتینرهای مرحله اول، تشک‌های مرحله 2 و حتی ماشینای شعله‌ور مرحله 3. در واقع همه منابعی که توی مراحل قبل استفاده شدن رو می‌بینیم. بریم ببینیم با لامبورگینی میری خونت یا اینکه خودم میرسونمت. قطار رو بیار مرد، قطار رو بیار. قبل از اینکه همه چی رو بکوبیم داغون بشه، باید قطار بره عقب‌تر. باید حسابی بری عقب. قطار میتونه سرعت بیشتری بگیره. خیلی خوب. به نظرت همه چی خوبه؟ جیمی، واقعا افتضاحه. راستشو بگو، لامبورگینیت سالم میمونه یا نه؟ امیدوارم اینطور باشه جیمی. باید لوگوی فیستبلو مینداختیم رو قطار. ترکیبات جدیدش بهترین طعم دنیاست. به خودتون لطف کنین و امتحانش کنین. و الان وقتی بزرگترین لحظه زندگی بلیکه. ببینیم لامبورگینی رو برنده میشه یا نه. بلیک حرفی نداری؟ بفرستش بیاد. قطار رو بفرستیم. داره میاد. اوه خدای من. داره میاد. خدای من، سرعتش قبل از برخورد به 56 کیلومتر بر ساعت میرسه. پسر خیلی سریعه. از ریل خارج شو. رسید. ببینیم ارزششو داشت یا نه. وایسا. فکر کنم وایساد. از مسیرش خارج شد. اوه خدای من. بلیک کارا تو عمرم کسی اونقدر خوشحال ندیده. سر تونستی. خدای من. وای خدایا. اینم لامبورگینی جدیده. نه تنها لامبورگینی رو برد، بلکه همه این پولا رو برنده شد. مبارکه. میدونی بهترین پایان این ویدیو چیه بلک؟ این که همین الان برید والمارت و فیستبل بخرید. خوشمزه ترین شکلات روی زمین. تا سه نشه بازی نشه. بعداً میبینمتون. آره. کوفتت بشه. میستر بی